این دفعه با عربی اومدم سراغتون. 20 بگیر، عربی 20. در کلاس خوب به معلمت گوش بده، حتی که معلمت خوب نباشه گوش بده. همین 20% 30% کم کم تو رو آماده میکنه برای اون نمره خوبه. پس این فراموش نکن. 2، از لغت استفاده کن. شما باید ذخیره لغات رو بیاری بالا. توی متن لغت هست، آخر کتاب لغت هست، حتی توی کتاب‌های کمک آموزشی مثل فرمول 20، مثل ماجرای 20 می‌بینی مثلا چون کتاب‌های خیلی خوبی هستن ممکنه با لغاتی فراتر از کتاب باشه، اونا رو هم آموزش خواهی دید و بهت کمک خواهد کرد. وقتی ذخیره لغاتت بره بالا و خوب یاد بگیری، متن‌ها رو می‌تونی خوب ترجمه بکنی، می‌تونی خوب یادشون بگیری، می‌تونی اون درک مطلب هایی که میان جلو چشم، اون متنایی که میان جلو چشم توی امتحان قشنگ میتونی ترجمه کنی برای خودت و تو دیگه مشکلی نخواهی داشت، چون بارهای بار این کار رو انجام دادی در خانه. پس لغت بخون و متن‌های زیادی رو هم سعی کن ترجمه کنی، هم توی کتابت و هم خارج از کتابت اگه برات پیش اومد. و بخش سخت و چالشی عربی، قواعد. سعی کن قواعد رو با کلیپ خوب یاد بگیری، از معلمت استفاده کن، از کتاب‌های کمک آموزشی اگه داری استفاده بکن، بذار خوب یادش بگیری. یکم طول میکشه که قواعد رو یاد بگیری، ولی ارزشمنده. تمرین‌های داخل کتاب و خارج کتاب رو سعی بکن حل بکنی. از تمرین‌های آسان شروع کن به سمت تمرین‌های سخت. مورد آخر، اشتباه کردن مشکلی نداره. ممکنه یه سوال بهت بدن بلد نباشی، ممکنه دیر یاد بگیری. خب این دلیل بر این نیست که تو کند ذهنی، دلیل بر این نیست که تو تنبلی داری میکنی. نه، اینها کلا درس عربی درسی که ممکنه زود ازش نتونی نمره خوبی بگیری، یکم طول میکشه. اما قول بدیدم اگه مستمر باشه، اگه پیوسته بخونی، 1 ماه دیگه این موقع تو کمتر 20 نمیگیری. امتحان بکن و من خبر بده.